دوستان گل اومدیم یه بیلد هک خفن رو با هم تست کنیم ببینیم کار میکنه یا سر کار. اول ما باید یه 3x3 بکنیم. من توی فلتفورد آوردم، نمیدونم خودم هم چرا. باید تا بالاخره جایی که دیگه بدراک فلتفورد رو ببینید بکنیم. توی ورد عادی باید یه 2-3 تا بلاک بکنید، بلاک چهارمی دیگه نباید بکنید. میین اینجا رو دایموند بلاک میذارید، به این صورت بیکنتون رو میذارید، میشینید شیشتون رو میذارید که رنگیشه. اینجا رو حالا باید بباشید، اون زیر رو نباید بگیرید. حالا میریم این obsidian رو که بذاریم اون قطع میشه و ما اینو میذاریم اینجا و obsidian رو میکنیم و کار میکنه. یه لحظه واسه اصلا منطق بیلد هک های الان، من آیکیوش رو خودم اینو قبل تست نکردم. ممنون که ویدیو بچه ها دیدید. خدا نگهدار.